آغاز یک مسیر جدیده که ما اگر ترسی وجود داره، اگر ریسکی وجود داره باش مواجه شیم، نترسیم ازش، چون تنها راه رها شدن به نظرم مواجه شدنه باش. فرصت موسیقی برای خانم‌های ایرانی به خاطر صداشون که پخش نمیشه نه، ولی صداهای خیلی قشنگی داریم تو خانم‌های ایرانی. حالا اگه نتونن صداشونم به گوش جهانیان برسه، همین که رهبر یه ارکستر باشن صداون به جهانیان میرسه. در ایران محدود بودن و هیچ وقت نتونستن اون استعدادها و قابلیت‌های خودشون رو بروز بدن، ولی مطمئن هستم که جایگاهشون از مردها کمتر اگر نباشه که 100% بیشتر. خانم‌ها برای اینکه خودشون دست کم نگیرن، میدونن، بعد بفهمن که یه خانم هم میتونه ارکستر یه رهبر باشه، رهبر یه ارکستر باشه.